به نام خدا، براتی هستم، دکترای مشاوره و روانشناسی، مشاور گردشگری بنیاد. امروز میخوام در ارتباط با مغز و کارکردش باهاتون صحبت بکنم. شما میدونید که مغز چطور کار میکنه؟ چه تأثیری تو زندگی ما داره؟ شده تا حالا افکار نامربوط به ذهنت برسه؟ دائما ذهنت درگیر باشه، دائما به یه چیزی فکر بکنی، نشخوار ذهنی داشته باشی، یه جایی یه بحثی شده شما هیچی نگفتی ولی دائما با خودت اون رو مرور میکنی و هی میگی کاش اینو میگفتم، کاش اونو میگفتم، چرا اون کارو نکردم، چرا اون کارو کرد. یا اینکه گاهی وقتا فکر کنی که خب از تو کوچیک‌تر دیگه وجود نداره، تو خیلی بزرگی، تو آخرشی. یا برعکس، انقدر خودت تو کوچیک میبینی که فکر میکنی که از من دیگه چیزی در نمیاد، من دیگه به هیچ جا نمیرسم. ما خطاهای شناختی مختلفی داریم. گاهی وقتا خودمون رو خیلی خوب و کامل میبینیم، گاهی وقتا خیلی کم و کوچیک و ضعیف، گاهی وقتا ذهنمون کامل درگیره، گاهی وقتا دچار بدخوابی و کمخوابی میشیم. همه اینها سیستم شناختی و مغز ما رو تشکیل میده. برای اینکه یاد بگیری از این نوع افکار و از این نوع رفتارها نجات پیدا بکنی، میتونی توی دوره‌های شرکت بنیاد گردشگری شرکت بکنی. موفق باشید، با ما باشید.